پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا داشتن، میگفتن که اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. ای الله، من پناه میطلبم به تو از زوال نعمتت. نعمت صحت، سلامت، ایمان داریم، جان ما درد ندارد، شکم ما سیر است، فرزندو در پیش. اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. ای الله، من به تو پناه میطلبم از زوال نعمتت، از رفتن نعمتات. این نعمت ها یه روز میرد. اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و فجاعت نقمتک. من به تو پناه میطلبم از یک بار آمدن بلا. اگر بلا آهسته آهسته بیاید این سبکتر است، لیکن اگر یک بار بلا بیاد بسیار آدم ها طاقت کرده نمیتونن. بلا با بالای بلا به فشار و به مثلا بیماری ها گرفتار شدنش ممکن بلا رو برداشت کرده نمیتوند. این یک سبوکی برای بنده است. و فجاعت نقمتک و جمیع سخطک، از تمام غضب هایت پناه میطلبم. خلاصه یکی از چیزایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و الله تعالی پناه میطلبیدن از یک بار آمدن عذاب.